اگه یه بار این کیتو مرغ ایتالیایی رو امتحان کنی، دیگه کتلت‌های تکراری رو نمیخوری. اینقدر که خوشمزه و ساده است، مطمئنم جزء غذاهای هفتگیت میشه و فقط با چند قلم مواد ساده یه طعم جدید و لذیذ رو تجربه میکنی. در ابتدا چند شاخه جعفری و ریحان تازه رو خورد میکنیم. اگه سبزی تازه نداشتین، میتونید از سبزی خشکم استفاده کنید. عزیزان، لایک ها و سابسکرایب های ارزشمندتون انرژی بخش ادامه راه ماست. ممنونم که همراهمون هستین و از کانال خودتون حمایت میکنید. در این مرحله 2 عدد تخم مرغ رو میشکنیم و هم میزنیم که یک دست بشه و بعد از اون سبزی های خورد شده رو اضافه و ترکیب میکنیم. برامون جالبه بدونیم از کدوم نقطه دنیا این ویدیو رو تماشا میکنید و خوشمزه ترین غذایی که با مرغ خوردین چیه؟ یک عدد سینه مرغ رو به صورت مکعبی ریز برش میدیم و داخل کاسه میریزیم و برای طعمدار کردنش از یک حب سیر رنده شده، نمک، پاپریکا، فلفل سیاه استفاده میکنیم و مواد رو ترکیب میکنیم. در این مرحله تخم مرغ و سبزی‌های خورد شده، 2 قاشق پودر سوخاری و 150 گرم پنیر موزارلا رو اضافه و به صورت یک دست ترکیب می‌کنیم. با اینکه ترکیبات خیلی ساده‌ای داره، اما عطرش بی‌نظیره. بعد از اینکه مواد رو خوب با هم ترکیب کردیم، نیم ساعت داخل یخچال قرار میدیم که مزه‌ها با هم ترکیب بشن. تو این فاصله سس خوشمزه‌مون رو آماده می‌کنیم. 1 عدد پیاز کوچیک رنده شده رو با مقداری روغن تفت میدیم. 1 حب سیر رنده شده هم اضافه می‌کنیم و بعد از اینکه عطر سیر آزاد شد، نصف قاشق غذاخوری رو به گوجه فرنگی هم ترکیب می‌کنیم و تفت میدیم که خامی رب گرفته بشه و بعد از اون 1 عدد گوجه فرنگی پوره شده هم اضافه می‌کنیم. در ادامه ادویه‌ها که شامل فلفل سیاه، نمک و پودر آویشن هست رو اضافه می‌کنیم و در انتها 1/3 پیمانه آب رو به این مواد و بعد از اون اجازه میدیم سسمون به غلظت برسه. در انتها مقدار جعفری و ریحان تازه رو اضافه و از روی حرارت برمی‌داریم. مواد رو که از یخچال خارج کردیم در داخل روغن کاملا داغ می‌ریزیم و سرخ می‌کنیم. دقت کنید که حرارتتون کم نباشه. اجازه میدیم یک طرفش سرخ بشه و بعد برمیگردونیم که طرف دیگه هم کاملا سرخ بشه و در انتها روی دستمال جذب روغن قرار میدیم که روغن اضافی اون گرفته بشه. این طعم متفاوت با این سس خوشمزه یه ترکیب بی‌نظیره. وقتشه که تستش کنیم. من به این رسیپی امتیاز 8 از 10 میدم. خوشحال میشم شما هم امتحانش کنید و در بخش کامنت ها امتیاز بدید. اگر این ویدیو رو دوست داشتین، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید که از آموزش های بعدی ما مطلع بشید.